وزارت امور خارجه ایالات متحده: حملات به اقلیم کردستان غیرقابل قبول. سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده میگوید حملات به اقلیم کردستان غیرقابل قبول است و امیدوار است دولت عراق برخی از اقدامات خود علیه کردها را متوقف کند. روز چهارشنبه 16 ژوئیه 2025 تامی بروس، سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده، گفت: ما علنا در مورد اقدامات انجام شده با اقلیم کردستان صحبت کردیم. وقتی صحبت از حقوق و توزیع نفت می شود، توضیح دادیم که امیدواریم عراق برخی از رویه‌هایی را که علیه کردها استفاده می کند متوقف کند. بروس در مورد حملات پهپادی به اقلیم کردستان گفت: البته چنین حملاتی به اقلیم کردستان عراق غیر قابل قبول است. ما نگرانی‌ها و نارضایتی خود را از آنها ابراز کردیم. به گفته منابع منطقه‌ای، 15 حمله پهپادی در این ماه در جنوب کردستان انجام شده است. طبق تحقیقات، 6 مورد از این حملات به میادین نفتی بوده است که 4 مورد از آنها روز چهارشنبه در استان دهوک انجام شده است.